ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 94. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. من وقتی که برای اظهار نفرت خود از ملایان تأخیری لباس کردم، در خود مقرر کرده بودم که دیگر 10 هم نخواهم گرفت تا که نشانه ملایی تماما از من نیست شود. لیکن وقتی که روزی 10 دهی رسید، در دل خود گفتم که اگر من به 10 نروم، چنان که حالا به سبب تغییر لباس کردنم مرا دیوانه گفته گشتند، با اختیار خود ترک 10 گیری کردنم هم به عقیده آن آدمان منفور یک دلیل دیگری دیوانگی من خواهد شد. بنابراین در دل خود قرار دادم که من با همین لباسی چپنانه ام به بهانه 10 گرفتن به دروازه ارک می برایم. البته در زیر این لباس به من 10 نخواهند داد. به همین مناسبت شخصاً به قاضی کلان روبرو شده چند کلمه گپ میزنم تا که او و دیگران دانند که من نه به تقاضای دیوانگی بلکه با شعورانه برای نفرت کردنم از جماعه ملایان تغییری لباس کردم. ملا امان لحظه خاموش مانده باز دوام کرد. افسوس که، گفت او، با این لباس من نگاه نکرده، برخلاف چشم داشتی همه ملایان و تماشابینان که شمایان هم در قطار آنها هستیتان، به من 10 دادند. قاضی کلان که به سلام و تعظیم غلاموارانه ملایان 10 گیر به زور سری خود را می جنبانید، به سلام عادی من آواز برآورده جواب داد و حتی آن گرگی روباه طبیعت به من نگاه کرده یک تبسم مهربانانه ریاکارانه هم کرد. من در آن وقت سهو کردن خود را دانسته از برآمدنم به قطار 10 گیران پشیمان خوردم، زیرا برای من سببی نبود که به قاضی کلان روبرو شده مده دل خود را کفانم. ناچار 10 را گرفته از تخت پول فرآمدم. ملا امان نفسش را راست گرفته باز سخن خود را دوام داد. وقتی که از زینه تخت پول فرآمدم، آدمی عالمیان از دنبال من رسیده رفته آن سیاه گوش به من گفت: جنابی شریعت پناهی، یعنی قاضی کلان، به شما سلام گفتند و مرحمت کردند که ما به چگونه لباس پوشیده گشتنی دا ملا امان کاری نداریم، لیکن وقتی که برای 10 گیری در قطار ملایان به ارک عالی می برایند، لباسی ملایانه پوشیده برآمدنشان بهتر است تا که سببی گپ و حرف مردم نشوند. ملا امان بعد از نقل این توصیه قاضی کلان سخن خود را دوام داده گفت: من با شنیدن این مرحمت قاضی کلان چنان خرسند شدم که پایان ندارد، چون که دیر هم باشد
برای به 2-3 کلمه گپ زدنم بهانه یافت شده بود. بنابراین در جواب سخنهایی از قاضی کلان به من رسانده آدم عالمیان بسیار خوب گفتم و بازگشته از همان زینه به تخت پل برآمده پیش قاضی کلان رفته بسته 10 را پیش او گذاشته گفتم: اگر برای گرفتنی این متاع که در نظر من برابری 1 کف خاک قدر و اعتباری ندارد لباس ملایانه پوشیدن شرط باشد، من این را نمی گیرم، چون که من از ملایان نفرت کردم و بیشترین آنها را آدمانی رذیل، خودپسند، منافق، در حق مردم ظالم و بیرحم می دانم. بنابراین لباس ملایی را ترک کرده ام و نمی خواهم برای 120 تنگه آن لباس شرماور را در بر کنم. هرچند قاضی کلان به من جواب دادن خواسته: ما همین طرز 1 مصلحت داده بودیم، اگر به شما معقول نشده باشد اختیار دارید، اما این 10 حقی خودتان است، گرفته برید گفته باشد هم من سخنی او را گوش نکرده و به او جواب نداده از تخت پل فرامده رفتم، چون که من خوب می دانستم که آن معامله های او دروغ است و او می خواهد با این معامله منافقانه تا رسیدنی فرصتی به جزا دچار کردنی من از زبان من ایمن باشد. گفت ملا امان در آخری این حکایه خود. او دیگر در پیش ما ننشسته کم هم باشد. دلم اندک خالی شد، گویان از حجره قاری عثمان برآمده رفت. واقعه نمد سیاه پوشان و عاقبت کار ملا امان. در ولایت قشقدریای حاضره چراغچی نام ریانی هست که در زمان امیر حکومت آنجا به ولایت‌های اطراف مثلا به قرشی و شهری سبز تابع نبوده بی واسطه به امیر نگاه می کرد. هرچند در همه مضافات‌های بخارا ظلم امیر، حاکم، قاضی، رئیس و املاکداران او از حد زیاد باشد هم بار ظلم حکومتداران چراغچی به درجه‌ای رسید که دیگر به اهالی آنجا طاقت زندگانی نماند. تا آن وقت ظلم دیدگان هر مضافات که به حکومتداران محلی مقابل برآمده علامت‌های شورش و اسیان نشان می‌دادند، حاکمان محلی چندی را به زندان انداخته و چندی سرکشترینشان را به زندان بخارا فرستاده با این تدبیر ظالمانه حرکت اسیانکارانه مظلومان را پسنده می‌کردند. اگر از ظلم دیدگان کسی برای عرض شکایت کردن از دست حاکمان محلی به دربار امیر رود، اولا عریضه خود را به امیر رساندن نمی توانست. اگر بختش تاخته درسترش بدبختیش روی داده عریضه اش به امیر رسد، به نام آن حاکمی که مظلوم از وی شکایت کرده است از امیر به مضمونی فلانی چنین گفته شکایت کرد، تفتیش نموده بینید، اگر حقیقتاً به او ظلم رسیده باشد به دادش رسید، مبارکنامه‌ای می برآمد. وقتی که آن مظلوم آن مبارکنامه را به آن ظالم آورده دهد، در نتیجه تفتیش البته شکایت آن مظلوم ناحق می برآمد.
چنان که مردم درباره ظلم حکومتداران بخارا مخاری به بالای مرده 100 چوب را برآوردند، با آن مظلوم به بالای ظلم و ستم پیشتر کشیدهش به سبب ناحق شکایت کردنش جزای ضرب و لط و زندانی بی مدت هم ضم می شد. اهالی چراغچی را که کار به جان و کار به استخوان رسید، خواستند که شورش عمومی برپا کرده از حکومتداران محلی نقار گیرند و بعد از آن به ترکستان روسی یا به یگان مملکت دیگر کوچیده رفته از ظلم امیر و حکومتداران او تماما خلاص شوند. در آن وقت با آنها مصلحت دهنده پیدا شده، یا از راه دشمنی و یا به صفت دوستی نادان مصلحت داد که این کار را نکنند، وگرنه یاغی به شمار رفته همه اشان کشته خواهند شد. بهتر آن است که به امیر به طرز عمومی شکایت برند، او این حکومتداران ظالم را جزایی با سزا خواهد داد. هیچ پادشاه نمی خواهد که گفتان مصلحت گوی با دست آدمان ظالمش مملکت خراب و حالی که خزینه او را با خراج، انداز و زکات پر می کنند خانه ویران شده سرگریز شوند. در آن وقت خراج و انداز را کی می دهد؟ اهالی چراغچی سخن آن مصلحت دهنده را قبول نموده، از بین خود 200 نفر آدمانی با جرأت لیکن بسیارتر ظلم دیده را جدا کردند که عریضه شکایت عمومی اهالی را به امیر رسانند و در وقت پرسکاوی درباریان احوال پرملال اهالی را زبانی گفته دهند. نمایندگان اهالی ظلم دیده 200 عدد نمد سیاه تیار کرده، میانه هر کدام آنها را سوراخ نموده، هر یک از آنها یک نمد را به سر کشیده سری خود را از سوراخ وی بیرون کردند که تنشان تماما با نمد سیاه پیچانده شده، تنها سر و گردنشان بیرون می ایستاد. از روی عنعنه گذشتگان قدیمی این حال نشانه از حد زیاد ظلم دیدنی آنها بود. نمایندگان به طرزی که نمودی ظاهری آنها در دل هر بیننده واهمه اندوه‌آمیزی می انگیخت، پیاده به راه در آمده از بالای کوه قرنب راست به کرمینه رفتند که باششگاه دائمی امیر عبدالاحد آنجا بود. کرمینه یک شهرچه تنگ بود. با در آمدن آن نمد سیاه پوشان به آنجا اهالی در واهمه افتاده به یکدیگر می گفتند اینها کیها باشند و این چی حادثه باشد؟ از همه پیشتر خبری آمدی آن سیاه پوشان به امیر و درباریان او رسیده بود. امیر به عملداران خود فرمود که آنها را با زبان خوش و سخنهای نقص پیشواز گیرند، اما نگذارند که با اهالی کرمینه هم صحبت شده درد دل خود را به پیش آنها کشایند. یسولانی دربار موافق فرمایش امیر نمد سیاه پوشان را به خوبی پیشواز گرفته آنها را برده به در چارباغی که امیر در آنجا زندگانی می کرد جای دادند. در آنجا عریضه شکایت آنها را به امیر رسانده در جواب از زبان او مرحمتی بسیاری هم به آنها نقل کردند. در وقتی احوال پرسی هر چیزی که از آنها درباره ظلم و بیداد حکومتداران محلی می شنیدند افسوس می خوردند و همین ترس که بوده است چرا پیشتر آمده به جناب عالی عرض و داد نکردیتان گویان آنها را سرزنشی دوستانه می کردند. باز خودشان به این سرزنش خود جواب داده خوب ضرر ندارد می گفتند. دیر آید درست آید گفتند. دیر آمده با شیطان هم عریضه اتان را پره درست کرده آورده ایتان. جناب عالی به خوشبیگی می فرماید که لینگ آن ظالم را از آسمان آورده بجای آنها
حکومتداران عادل می‌فرستاند گویان به آنها بشارت می‌دادند. خلاصه درباریان گوش و کیسه آنها را با سخنهای خوبی خشک و چارمغزهای پوچی بیمغز پر کرده روز را به شب رساندند و با تعبیری مقال خلق به آنها از انبار خالی 100 من شالی انعام نمودند. وقتی که شب تاریک شد به دست آنها مبارکنامه امیر را به نام خوشبیگی داده آنها را برای هم صحبت ناشدن با یگان کسی کرمینگی احاطه کرده گرفته از جاهای اهالی نشین گذرانیده به چوری ملیک سر دادند که به بخارا پیش خوشبیگی بیروند و خوشبیگی کار آنها را موافق طلبشان درست خواهد کرد. واقعی آمدی نمد سیاه پوشان از بودن چندین بار زیاد و با مبالغه های از عقل بیرون در شهر بخارا آوازه شد. گویا تمام اهالی شرقی از خرشی گرفته تا درواز و غرم از ظلم و بیداد حاکمان نمدی سیاه پوشیده به کرمینه به دربار امیر آمده اند و آنها به هر کجا که رسند آنجا را تالان و تاراج می کردند و مانندی اینها. وقتی که خبری آنها را از کرمینه به شهر بخارا به پیش خوشبیگی فرستادن امیر آوازه شد اهالی شهر را واهمه پخش کرد. خصوصا سوداگرانی دکان نشین دری دکانهاشان را نیم گشاده کرده و مالهای فروشیشان را نمایش نداده در لبی صفچه های دکان دو به دو سی به سی نشسته خبرهایی درباره نمد سیاه پوشان شنیده اشان را با هم گفت و گذار و محاکمه می کردند. اما از آنجا که آنها پست پست و با پیچیر پیچیر گپ می زدند راهگذران نمی شنیدند که چی می گویند. سوداگرانی سرای نشین باشند دروازه های کلان سرای هاشان را بسته فقط دریچه‌ای در یک طبقه آن دروازه ها شنانده شده را برای درآمد برآمد گشاده مانده خودهاشان در درون سرای نشسته درباره نمد سیاه پوشان صحبت می کردند. در پیش دریچه سرای همیشه سرایبان پاسبانی کرده آدمانی ناشناس و شبهناک را نمی گذاشت که به سرای درآیند. در روز دویومی به شهر رو آوردنی نمد سیاه پوشان این خبر قدری خردتر شد. آواز اندازان خبری پیشتره را تصحیح کرده می گفتند که در بین نمد سیاه پوشان از جانب شیرآباد، حصار و کوهستان کسی نبوده است. اینها تنها اهالی قرشی، چراغچی، یکباغ، بایسون، شهری سبز و کتاب بودند. در روز سیوم خبر باز هم خردتر شده مردم می گفتند که در بین آنها قرشیگی ها نبوده تنها اهالی کینگس شهری سبزیان بودند که کینگس ها از قدیم باز به امیران منقیت دشمن می باشند. با آوازه شدن این خبر کینگس ها در پیش منقیت ها چیکار کرده می توانند؟ اگر جناب عالی حیدرقل چوچقه را فرمایند در 1 ساعت همه آنها را نیست و نابود می کند گویان سوداگران دکان نشین خاطر جمع شده دکانهاشان را گشاده مالهاشان را به نظر خریداران آرا دادند و بایهای کلان سرای نشین هم دروازه های سرای هاشان را کلان کشاده نفسهاشان را راست گرفتند. دیری نگذشته آوازه شد که نمد سیاه پوشان چند نفر گدایانی چراغچیگی بودند که از بی پوشاکی نمد سیاه را بطنشان پوشیده به گدایی برآمدند. آنها گدایی کنان تا کرمینه رفته از آنجا به طرف بخارا آمده ایستاده بودند. این خبر را شنیده یکی از سوداگران دکان نشینی چارسوی بخارا خرسندانه و با آهنگ استهزامی گفت: بسیار خوب،
خوش آمدند. هر قدم که مانند بالایی دیده، یک پوری سیاه را از آنها دریغ نمی داریم. روز دیگر این خبر تماما در شکل دیگر آوازه شد. گویا چند نفر از کلان شوندگان چراغچی با آرزوی دیدنی جمالی جهان‌آرای جناب عالی با پیشکش‌های مناسب و درباری همایونی به کرمینه آمده بودند. جناب عالی آنها را بعد از به حضوری پرنور درآورده ضیافت کردند، خواهش کردند که میهمانان شهری بخارا را هم تماشا کرده به ارک عالی برآمده آنجا را هم دیده بعد از آن به ولایت خود برگردند. موافق سپارش عالی آدمان خوشبیگی تا خانرباط و پیشواز میهمانان برآمده آنها را آورده به ارک برآورده ضیافت کردند. حالا میهمانان هر طرفی شهر را تماشا کرده گشته بودند. از آهنگ و عباره‌های تنتنداری این خبری آخری معلوم بود که آن را آدمان خوشبیگی در مهمانخانه او ساخته و بافته برآورده آوازه کرده بودند. اما اهالی بخارا چنان که نمد سیاه پوشانی آشوبگر را ندیدند، این چنین گدایانی از بی‌لباسی به تن خود نمد پیچانده را هم، مهمانانی عزیزی امیر و خوشبیگی را هم ندیدند. این خبر مانند ابری سیاهی بیباریشی بهاران با گلدری خود عالمی را به دهشت انداخته عاقبت بی نتیجه معلومی گذشته رفت. بعد از 2-3 روزی از خاطرها فراموش گردیده رفتن خبری نمد سیاه پوشان، شبانه ملا امان در مدرسه‌چه لب حوض ارباب به حجره قاری عثمان آمد. آخرین آمدن او در اینجا بعد از مراسمی 10-11 بود که در بابی بالا نقل یافت. از آن وقت تا این دم که 6-7 ماه گذشته بود دیگر او اینجا نیامده بود. از این گونه ناگهانی آمدنی او هر کدامی ما حس می کردیم که یگان خبری فوق العاده دارد. او بی هیچ احوال پرسی گپ سر کرد. در مدرسه میرزا عبید مادری گیتی نام یک ملا هست که گفت او نام اصلیش ملا محمود است. عمر او از 60 گذشته است، اما او کوسه‌ای تمام بیموی است که رویش مانندی روی عجوزانی کهنسال از پرچینی پر از جویچه های کج و کلیپ شده مانده است. به این مناسب خوشطبعانی بخارا به او مادری گیتی نام دادند که بسیار مناسب افتاده است. او با این نام چنان مشهور شده است که نام اصلیش از خاطرها فراموش گردیده رفته است. ملا امان درباره ترجمه احوال و خصلت‌های خصوصی مادری گیتی گفت: مادری گیتی بایسونی است. نظر به قول خودش در جنگ‌های امیر مظفر با کوهستانیان و شهری سبزیان او از جانب کوهستانیان و شهری سبزیان به مقابل لشکری امیر جنگیده خیلی قهرمانی ها نشان داده بوده است. او از کارداری های امیر و حاکمانی او بر بالای رعیه خصوصا حق کوهستانیان و شهری سبزیان اظهار ناراضگی کرده ظالمان را سخت دشنام می دهد. ملا امان نفسش را یک راست گرفته سخن خود را دوام داد: من با او به همین مناسبت شناس و آشنا شده بودم که او خود را از حکومتداران و ملایان ناراضی نشان میداد. اما ثانیها فهمیدم که همه لاف و باد عدالت پروری او در خانه تاریک بوده در پیش آدمان و کوچه ها دیگرگونه رفتار می کند. خانه شیری میدان غریب گویید، گفت قاری عثمان سخن ملا امان را بریده که در هر مورد یک مقال آوردن
عادتی او بود. این کم است، گفت ملا امان. او را منافقی گذرایی بی حیا گفتن درست‌تر می آید. او در حجره تاریک در صحبت‌های یکه به یکه با کسی که او را از کردارهای حکومتداران و ملایان ناراضی داند از آنها شکایت کرده، دشنام‌های قبیح داده بر خاک سیاه می‌زند، اما در کوچه یا در دیگر جاها به یگان ملا یا سپاه واخورد چنان تملق و تعظیمی بیشرمانه و خوشامدگویانه می کند که قریب است که کفش مردار آنها را لیسیده پاک کرده دهد. ملا امان یک لحظه خاموش مانده باز دوام کرد. وقتی که من همه خصلت منافقانه او را فهمیدم خود را از وی دور کشیدم، اما در روزهای آوازه شدنی خبری آمدی نمد سیاه پوشان باری او در کوچه‌ای به من راست آمده مرا به حالم نمانده کشاره کنان به حجره خود برد و در آنجا به من این تابستان تا شهری سبز سیاحت کردنش را حکایت کرده در ضمن نقل سیر و سفرش گفت که احوال اهالی چراغ بسیار خراب و طاقت ناپذیر دیدم. با آنها مصلحت دادم که نمد سیاه پوشیده رفته با امیر از دست حکومتداران عریضه شکایت دهند. آنها به مصلحت من در آمده از بین خود 200 نفر را جدا کرده با آنها نمدهای سیاه پوشانده به کرمینه به دربار امیر فرستادند. ملا امان در اینجا از زبان مادری گیتی آن چیزی را که ما در اولی این باب نوشتیم نقل نموده سخن خود را دوام داد. چون من از نقل مادری گیتی دانستم که امیر آن مظلومان را فریب داده به طرف بخارا فرستاده است، خواستم آنها را از راه بخارا برگردانم تا که در اینجا در زندان و در دست جلادان امیر بی نام و نشان مرده نروند. از روی قول ملا امان او به مقصدی آنها را از راه بخارا گرداندن به پیشوازشان برآمده در خان رباط نام منزل که در دامن چوری ملیک و دمگه آبادانی واقع شده است با آنها واخورده است و به مبارک نامه ای را که امیر به آنها به نام خوشبیگی داده بوده است خوانده دیده است. در مبارک نامه نوشته شده بوده است که مضموناً به داد این دادخواهان برسید و سپارش مفصل را چپر قاصدی سواره میبرد. ملا امان به آنها فهمانده است که چپر فرمانی نیست کردن شمایان را از شما پیشتر به خوشبیگی میرساند. اگر به شمایان زندگی در کار باشد به ولایت خود برگردید و هر کاری که از دستتان آید در آنجا کنید. اما آنها به این سخنان گوش ندادند. امیر و آدمان او ما را نوازش کردند، فریب نمیدهند گفتند. شما گفتاری 94 رو از روی اثری نویسنده بزرگی تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.